سلام، خوش اومدید به چنل یوتیوب من. اینجا قراره با هم دیگه بومامو درست کنیم، یعنی اینکه پارچه جدید روی بوما بکشیم. مراحلش رو بهتون نشون میدم کم کم. اینم پارچه بومم بود که انداختم این زمین. این یکی از اتاقمه که خیلی دوستش دارم. خب شروع میکنیم. اول میایم پارچه های قدیمی و با استفاده از وسایل مورد نیاز منگناشو در میاریم که بتونیم پارچه جدید بکشیم. بعد از این مرحله که پارچه رو در آوردیم میریم با توجه به اندازه پارچه قبلی پارچه میبریم، پارچه جدید میبریم و اگه ما دقت کرده باشیم یه دونه منگنه اون پشت هست، منگنه پرسی هستش. با توجه به اون پارچه رو محکم، پارچه جدید رو محکم روی چوب و چارچوب بوم میکشیم تا بتونیم یه بوم جدید داشته باشیم. حالا مراحلش رو براتون گذاشتم یه کمی، ولی شما اگه خواستید درخواستتون بودش با همین دیگه بوم میسازیم توی ویدیو جدید. اینجا آماده میشن برای یه نقاشی جدید روی همون پارچه که کشیدیم و بوم جدیدی که درست کردیم. خب بعد اینکه تکسچر رو زدیم یه لایر زیری میزنیم و میایم نقاشیمون رو شروع میکنیم با توجه به چیزی که میخوایم. حالا مراحلش رو براتون گذاشتم. این یه جورساز عالی و تکسچرهای عالی برای کار بی‌نظیر. زودی میبینمتون.